Hello guys, I'm Turek in the PUBG Mobile in the setting. I like video like thanks. سلام بچه هم اومدم یه چند تا ترفند بهتون یاد بدم تا بهتر بدونید TDM کلاسی کلم PUBG بهتر بدونید با این ترفند هایی که بریم سراغ ترفند اول. برو وان ترکس ترفند اول همیشه تو ستینگ همینجا که میید ADS کامرا روتیت VDS ADS ببینید این وقتی با انگشتتون تکون میدید با انگشتتون مثلا اینجا چی میگم مثلا اینجا میخوایم الان داره میپره میبینی به نظرم آف باشه خیلی بهتره آن باشه و وقتی آن باشه تمرکزتون رو به هم میزنه کدام زمین ولی الان مثلا آف باشه خیلی میشه کردن زد. این ترفند اول بود. پیک مکس هولد تب اینا چه فرقی با هم دارن؟ فرق بین اینا تو سرعتشون مشخصه. مثلا مقایسه تپ کلا ول کنید، کلا تو تپ نذارید، پلی میدید یا تو مکس بذارید یا تو هولد بذارید. الان مکس رو یه تستی بریم پیک. البته این الان ببین من پیکو زدم الان دستمو ول کردم تو پیک خونده. این خیلی بده چون مثلا الان ببینید الان من پیکو گرفتم بخوام برم باید یه بار دیگه پیکو بزنم تا بره و این یکم گیج کننده داره. گل بذاریم ببین که سریعتر و بهتر میشه پیک داد. ترفند بعدی هم که میگم آخرین ترفند که میخوام باستون بذارم ترفند موومنت. ببینید وقتی موومنت و سایز موومنت من 80 بالا میبرین مثلا 170 موومنت سرعتش ببینید فرق ایمو ببینید فرق این گردان ببینید کنترل یک میگم این کنترل مخصوص کنترل های یکه. کنترل هایی که از 3 استفاده میکنن یا از 2 استفاده میکنن همون بالاتر بذارم بهتر. الان با کنترل پایین ببینید ببینید خودتون مقایسه کنید اصلا ببینید خیلی فرق داره. فرق تمام. همین بود ترفندهای دیگه هم دارم یه نسینا همه چی معرفی میکنم تا یه ویدیو دیگه. خداحافظ. راستی حمایت سابیه اگه از ویدیو خوشت اومد یا بهت یه نمیدونم کمکی کرد یه کمک ریز یا واسه جالب بود حتما کانال رو سابسکرایب کن و لایک کن و کامنت بذار تا از ویدیوهای جدید من خبردار بشی و بیای ببینی که کلا بهترین ترفنده واسه TDM و کلا کلاسیک پلیر را میذارم. مرسی. Bro, I like video, support me, thanks bro, thanks. Love you.